چرا خفه شدی بچه عبدالرحمن؟ والا بچه جنگ کرده. کدی کی جنگ کردی؟ بریم که تنبانش برات بکشم. لوده کده پدرم جنگ کردیم. چرا جگر خونستی بچه باز تو؟ والا بچهش دهید همسایه ما یکم گوشت قربانی روان کرده بود. خب دو گاله هر روز که از ریش تیر میشه مرا میگه چقدر خوب کمک کردی. راست میگه. آمدی از امریکا و خیر آمدی. هر دفعه بیایی ما در خدمتت هستیم. هر دفعه افغانستان به خانه خودت هسته. بخیر بی بخیر باشی جان جور باشه. جال چی آوردی برام از امریکا؟ والا سمیر جان من تو شامپو کت صابون آوردیم. از امریکا تا به اینجا آمدی فقط مرا گرگ زده که برای من شامپو کت صابون آوردی. بخیل ده. سمیر چی رقم داریش بچیم برقوری میری برقوری می یک دونه انرژی برای من میاری. چشم. تو دوستی برقوری برو برقوری بیا. ها برق که است. والا بابا این وارث چقدر به عقل است از مسجد چپ لقا را دزدی کرده. نکرد دوزی. از راستی زدی از مذاق؟ از راستی. خوب شد که از راستی زدی. من که تر کس مذاق ندارم. بابا سنگی خیرت بابا جور بخیر صد من مکتب فارغ شدی؟ والا بابا مکتب خلاص کردم. چی میگی؟ والا خیلی اون درس خوان آدم اما هستی؟ تو بسیار. خیلی تو کوشش کو یک نام 15 دانه میوه بگیری. نام 15 دانه میوه؟ سیب، ها شفتالو، خب زردالو، خب 1 درجن کیله.